حرکت میکنه قوچان نژاد ضربه محکمش رو دروازه‌بان سونگ ریونگ نتونست مهار کنه و کرنر برای ایران. بوم سئوت پاس بلند روی دروازه تیم ملی ما، ضربه کره ها داخل 6 خط، ضربه خطرناک به تیم دروازه هم برخورد کرده با گل نشده هنوزم اونجا. به دنبال توپ بودن کره ها و توپ بیرون میاد. فنا رو با هم میبینیم، ضربه سر خطرناک توپ زیر تاقی رفته بود، کار تمام بود. بالاخره ضربه رو خواهد زد کیسونگی اون با پای راست مانند کاددار داخل 6 خط، ضربه سر خطرناک کره ها. باز هم رحمتی هنوزم موقعیت دارن کره ها و توپی که اونجا دور میشه. حیدری حرکت کرده، گوشانه شدن اونجا هست، پاس کوتاه دژاگه آفساید نیست، پاس کوتاه داخل 6 قدم و توپی که باز هم کره ها بیرون میفرستن. خود اون سانچز کاددار روی دروازه، ضربه سر خطرناک تو دروازه خورد. حالا لی داخل محوطه و تمام. موقعیت آخری که کره ها داشتند و باز هم تو به تیر دروازه ما برخورد کرد. یه تکل خشن از شجاعی کارت بگیره، اخراج مسعود شجاعی. ببینیم داور کارت خواهد داد به مسعود یا نه. همه اونجا صحبت میکنن، نکونام اونجا هست. مسعود این کارتاش نباید تکل خشن میزد، کارت زرد دوم و اخراج میشه. متاسفانه مسعود شجاعی ما 10 نفره میشیم. با پای راست پاس بلند برای دژاگه داخل محوطه جریمه نوری، اونجا باید درگیر بشه. پاس گوشان نژاد، زیبای گوشان نژاد. وای که این توپی چارچوب نبود. آندو پای راست بلند روی دروازه نکونام، ضربه سر جواد نکونام، توپی که از زیر تاق بیرون میکشه سونگ ریونگ. یه سانس بلند روی دروازه، ضربه سر کره ها. لی 90 این کار رو تموم بکنه با کنش عالی رحمتی. دژاگه با پای راست خوب روی دروازه، موقعیت عالی برای تیم ما. نکونام و توی دروازه گل برای ایران. جواد نکونام دروازه کره جنوبی رو باز میکنه. ایران 1 کره جنوبی 0. 75 دقیقه 15 دقیقه تا یک پیروزی شیرین و ارزشمند. یه سانس روی دروازه، بچه‌ها در دفاع هوشیار باشن. ضربه کره ها واسه میشه به بیرون رفت. با پای چپ سانس بلند و خطرناک روی دروازه تیم ملی ما، ضربه سر رو به بیرون. باید بازیکن‌ها ما هوشیار باشن، واسه توپو دور میکنیم. پشت محوطه ضربه کاددار و خطرناک واسه میشه به بیرون میره.